خب آیا نامهای پیامبر ما اگر در فرزندامون گذاریم درسته یا نه؟ نامهای پیامبرها را در فرزندامون. بله برادر عزیز، پیامبر ما خودش فرموده است که شما در فرزنداتون نامهای پیامبرها را گذارید، مثل خود محمد و مثل احمد و مثل یوسف و مثل یحیی و مثل ادریس و دیگر پیامبرهایی که نامهاشون در قرآن هست، ما میتونیم که نامهایی را بگذاریم. یگان جای گناهش نیست برادر عزیز که ما اگر از نامهای پیامبرها در فرزندامون گذاریم. ولی بسیاری آدما بچه‌هاشون بعد بیمار میشوند، بعد میگن دامنو میگن همین نام بگردون که همین نام به فرزند من وزبینی کیسته. انا همین هم برادر یک خرافاته. همین هم برادرای عزیز، خواهرای عزیز، انا همین ها هم شما گناهگار میشین. نام وزبینی نمیکند وقتی پیامبر خودش دلالت کند که شما فرزنداتون از نام محمد و از نام احمد و از نام دیگر پیامبران نامگذاری کنید، با چگونه این نام وزبینی میکرده است؟ برای همین او دردی را که در فرزندیت هست وی هم ای نزد الله هست و این نام به او یگان زیان زلال ندارد. انشاءالله زیان دارد وقتی نامش اگر موافق به سنت نباشد، لیکن از این نامهای زیبا وقتی میمونین یگان وزبینی ندارد.